باش، خیلی مخلصیم. همه حرفات قبول و سند و برابر با اصل، اما من میخوام بگم به قول تو ما همه چی داریم ارزونه. درست، حرفت هم درست، اما کسی که میاد تو تلویزیون برمیگرده میگه من بعضی موقع در یخچالم رو وا میکنم واقعا خجالت میکشم که هیچی توش نیست، بعد زنش و عروسش و دخترش سر از ترکیه در میارن، والا من به خدای خودم هم دیگه شک کردم. گفتم که یا دعا رو عوضی خوندیم، یا عوضی دعا خوندیم، یا دعا رو به ما عوضی دادن خوندیم، یا اصلا کلا دعا عوضی بوده. چون همه برگشتن، همه، تمام بچه‌هایی که من سپاهی، جانباز، بچه‌هایی که من همه با هم جبهه بودیم، میگه برو بابا، ای کاش زمان جنگ بود. زمان جنگ حداقل یه روغن 5 کیلویی 600 تا 1 تومانی بود، نه 400,000 تومن. تو کدوم کشوری بعد از 40 سال باز صحبت کپون و کپون نون؟ مگه جنگ جهانی دومه؟ نه داداش، الاغا و الاغزاده هاشون سوار شدن رو ما، خوبم دارن سواری میگیرن، میخورن، میزنن، میکوان، به من و تو که میرسه حرام است، مکروه است، قابل نیست، فلان نیست، بیسار نیست دیگه. ببین یه نمونش گفتم بهت که علم الخداست، علم الاغه چیه، برگشته گفته که آره اگر برن مشهد با مردهای عرب بخوابن ثواب داره. خب زن خودشو ببره بخوابونه. اینا درده، اینا گریه است، اینا خونه که بچه های ما رفتن ذره ذره. نمیدونم حالا تو رفتی اونجا یا نه، من آدمی که دیدم پاچیده شده، دست و پاش ریختیم تو گونی، اونا برن اونجوری بعد یه سری کثافت مثل این علم الاغ و یه سری گاو و گوساله بریزن توی مملکت بخورن، بعد به ریش من بخندن بگن آقا شما حقی ندارین از این مملکت. این مملکت نمیدونم ماره فلسطینه، نمیدونم، مگه نمیگن آقا خرمشهر خدا آزاد کرد؟ خب فلسطین هم بذارن خدا آزاد کنه، چرا من آزاد کنم؟ چرا با پول من آزاد بشه؟ ایناست، اینا درده. من میگن نمیدونم عید مثلا فطر رو میگن آقا عیدت مبارک، ما رمضان عیدت مبارک، نمیدونم عید قدیر عید من روزیه که ببین ایرانی جماعت سرشو تا کمر نکنه تو سطل آشغال با این همه ثروتی که ما داریم. من حرفم اینه، من چیزی واسه خودم نمیخوام، یا بچه‌ای که ما هستیم ما واسه خودمون نمیخوام. میگم آقا اگر هرچی هست همه با هم بخوریم، نه یه سری الاغ و الاغزاده بخورن بعد بگن آقا زناتون هم ببرین تو چیز بذارین توی مشهد بدین عربا، دست عربا ثواب هم داره. خب مردی که الاغ خودت ببر زن و آبجیتو بذار اونجا. این حرف منه. اگر نون هست واسه هممون باشه، نه برای تو ببری بخوری کیف کنی بعد من برم نون کپونی بخرم. من تو کتم نمیره این.